آقای احمد از کرمان، سلام بر شما. سلام علیکم. سلام و رحمت الله. سلام و رحمت الله. ممنون. من شیعه هستم، در کل مخالف سیره هستم. آفرین بر شما، نه به خاطر شیعه بودن، به خاطر این که آزاد هستید و تماس گرفتید و بالاخره هموطن هستیم. بفرمایید. ولی اینی که علمای شما میگن جهاد نکاح و جهاد لواط، این دیگه با چیکارش کنیم؟ این جهاد نکاح اونهایی گفتن که صیغه بهش اعتقاد دارن و دیدیم جهاد نکاح. الان من خدمتون پخش خواهم کرد تا ببینید این جهاد نکاح منظور چیه. یک لحظه این رو با هم دیگه میبینیم. جهاد نکاح. خب این جهاد نکاح رو از پخش کنید لطفا فرمان. یه لحظه اجازه بدید. حالا جهاد نکاح رو پخش کنید. این جهاد نکاح تصویر شدید. مدافعان دلاور حرم این عمل رو به این صورت انجام دادن. این جهاد نکاح هست. دقت بفرمایید که ما در راه این حضرت زینب مبارزان دلاور جهاد خواهیم کرد و خسته نخواهیم شد. و دختران حزب اللهی هم از لبنان تشریف آوردن و تجدید بیعت فرمودن با دختران جوان لبنانی. ادامه را این جهاد نکاح با هم دیگه می‌بینیم. یکون میگه نسیر فی خطاه، ما در مسیر اهل بیت این راه دلاورانه خود را انجام میدیم تا پای روح جانی که داریم. و میگه که ای مجاهدان کجا هستید؟ مجاهدان کجا هستن؟ همینجا کنار روی همین در واقع در بغل همین دخترای جوان لبنانی نشستن. نکنید جهاد نکاح رو نگاه کنید. یا زینب یا زینب داریم میگه. وهابیان نیستن که حالا بگیم یا وهابی یا به هر صورت این یا عمر اینها بگن. یا زینب یا زینب و این مدافعین دلاور و مجاهد مبارز با دختران لبنانی دارن مبارزه میکنن. این همین آخوندهای خودمونه از مشهد قم، معلوم نیست از کجا پا شده رفته برای دفاع از حرم حضرت زینب. لبیک یا زینب در کنار حرم حضرت زینب این گونه جهاد کردن و دارن جهاد میکنن. این هم جهاد نکاح. سوال دیگری دارید؟ این فیلم ها اینایه. بله؟ شما از کجا میفهمید این فیلم ها مدافعان حرم؟ شما قسم میخورید این فیلم ها اونایه؟ یعنی شما متوجه نشدید؟ یعنی شما متوجه نشدید که اینا مدافعین حرمن؟ نه والله. جملاتی گفتن هم نشنیدید؟ متوجه شدید چی گفت یا نشنیدید؟ جملاتی گفتن جهاد دارن میکنن. اینا دارن جهاد شبان روز، شب تا صبح دارن جهاد میکنن. صبح البته خوابن، شب تا صبح دارن جهاد میکنن. تهران که اومدن کف براشون میزنن، دست گل در گردنشون آویزون میکنن و جهاد نکاح. متشکرم آقای احمد از کرمان. انشالله که این پاسختون رو کامل گرفتید. ما که میگیم ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، بی خود که نمیگیم که یکی دوتا نیست اصلا. تحصیل رسول الله با رسول الله مکه رفتن، جاهای رفتن، نماز خوندن، جنگ کردن، چه کردن. پیغمبر سرش گذاشته 3 نفر موندن. قرآن کریم اینها رو اینطوری مذمت کرده که مردم صحابه برای شما حجت نیست. صحابه عده مردمی که تا دم آخر بت پرست بودن و اون وقت به زور یا عدهشان مؤتلفة القلوب به خاطر پول، به خاطر دنیا آمدن مسلمان شدن. عمار بعد از توطئه سقیفه می‌بینیم که به فرموده امام باقر علیه السلام
که می‌فرماد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، بعد از پیغمبر یک جریان ارتدادی پدید آمد جز 3 نفر که سلمان و مقداد و ابوذر. سائل می‌پرسه ابن رسول پس عمار چی؟ می‌فرماد خدا رحمت کنه عمار دچار یک تردیدی شد ولی به سرعت برگشت. ظاهرا امام در ادامه می‌فرماد بین اون 3 تا هم 2 نفر باز به نوعی دچار تردید شدن و 1 نفر باقی بود که مقداد بود. صحابه چه کار کردن که آدمشون برن تو آتیش؟ میگه بدعت کرد، بدعت گذاشتن مرتد شدن. از